امروزها در رسولیکمان بهر پاس داشتن انعنه‌های نیکی بابایی، عموما طریق حشرها آباد کردن قدمجاهای مقدس، آباد کردن مکانهای آخرت، یعنی انشادهای نمادی و معنوی بسیار دقت اعتباری کلان می شود و این جهتی مسئله به درجه سیاست دولتی نیز برداشته شده است. امروزها اهل جمع شهروندان محله های انگیره و آفتابرو برای همین گونه کارهای خیرانه دائما کمر همت را محکم بستند و به قریبی در روزهای عید قربان آنها در مکان آخرتی محله خود شپنگ نو ساخته به استفاده دادند. حالا در این باره باید گفت که آبادی وطن آزاده و پاک نگاه داشتن مکان و مسکن، آستانه خانواده که در آن عائله هستی دارد، وظیفه اولین درجه هر یک شهروند، هر یک شخصی که در این سرزمین امور گذرانی دارد به حساب می رود. خلق ما از ازل با مهنت دوستی و مهنت قرینی خود صاحب آبرو و نفوذ گردیده. در این زمینه این قبیل خصلت‌های نجیب گذشتگانمان را امروزیان نیز به خود همچون میراث گرانبها گرفتند. قید کرده می باید که طفیل همین خصلت‌های نجیب آدمانه خلق سوخ شریف با آبادی و آزادگی وطن حصه ارزنده خود را می‌گذارند. در دوام سالهای استقلالیت در زیباترین کهن‌دیاری وطن سوخ بهشت آسا دیگرگونی‌های کلی بذرها برابر در سمت آبادی به عمل برآورده شدند. امروز سیمای زیبای سوخ هوس همه و هر کس را می‌آورد. نوحه قشنگی ما روز تا روز قشنگتر و زیباتر می‌گردد. در زیر این همه روحیتی آبادگری و آزادگی خلق ناحیه می‌ایستد. این منظره های را که حالا دیده استادید در جمع شهروندان محله آفتابرو جایگیر شده است و این بینای بر هوا را محض اهل این محله و محله ینگیریق در جایگی بنیاد کردند. مکان خاموشان قبرستان این محله ها در همین حدود جایگیر است و اهل این محله ها با آبادی این مکان آخرت بسا اهمیت خاصه می‌دهند. زیرا آباد کردن این قبل مکانهای مقدس وظیفه اولین درجه هر یک کس به حساب می رود و عمل ثواب نیز و این عمل در درجه سیاست دولت قرار دارد. خود اهل این حدود در این گوشه زمستان سال سپری شپنگ کار کلان بنیاد نموده بودند. آغاز تابستان همین سال در شپنگ سوختار به عمل آمد و ضرورتی از نو ساختن این مکان پیش آمد و واقعا مردم این حدود برای از نو سازی شپنگ با دل و جان و جد و جهد آماده گشتند. بینا به معلومات رئیس محله ینگیریق عطا آقالیقف و رئیس محله آفتابرو عبدالوقاص جوری و همچنین یکی از سخاوتمندان این محله محمد جان مامجانف برای از نو ساختن شپنگ همگی 20 روز لازم شد و خلاص. محصولات های ضروری با مبلغ سخاوتمندانه خود خلق گردآوری شده و به مقصد از نو ساختن این انشاءات قریب 50 میلیون سوم مبلغ خلق این محله های این حدود مصرف گردید. البته این مال مابین یک محنده بتون شده برای استفاده سپرده شد. اساسی مقصد ما برای زیارتچی ها شرایط نقص بنیاد کرده دادن. البته ما امروز اومدیم اینجا زیارتچی ها هیچ دیگه قینامش نیست. اگر بازم کمتم اگر کمبود ها باشد بازم اینا برطرف میکنیم. البته این ساختمان من این عمارت برای بتون شویش یک ماه پس این خلق آقساقال ها عدتش کار میمگو آدم ها همه‌شون اینجا مهنت کردن. البته این کمک من مهنت کرده بتون شویش نیست. البته من آقساقال ها همجا سر برشده اومده مسئله شده دو دست دادن. اول دیگه عدتش میومگو ها من کار کردن مهنت کردن مبلغ گذاری کردن. این انا همین عمارت حشر راهش کرده بتون شد. همین حشر راهش کرده بتون شگی همینجا خدمت که مبلغ گذاری کردگی من همینجا برادرها من از شهر ایرکوتسک از شهر اومسک سوده همون جنگ فرزندهای ما هم برای آبادان منم زیارتگاه مبلغ گذاری کردن. همشون تنها جانشون الله ساخت کند کارشون بکشایش دهد خانه درشون همیشه الله تعالی تینجمانه برقرار کند. در مراسم تقدیمات این مکان مقدس اکثریت اهل محله پیران موسفیدان شرکت کردند و به هر این تدبیر متنطن نیز برگزار گردید. در تدبیر سخن کردگان پیش از همه آوید دقت و اعتبار حکومت و خود سرور دولت به این گونه عملهای نیک و نجیب آباد ساختن و آزاده گردانیدن قدمجاهای مقدس قوه بنیادکارانه و روح سازندگی خلقمان سخن کردند و قید نمودند که من بعد نیز در کار آبادسازی این گونه قدمجاهای مقدس قوه و مبلغ خود را هرگز دریغ نمی‌دارند. در تدبیر حاکم ناحیه نیز حضور داشت و تاکید کرد که این عمل خیر و ثواب اهل این دو محله به همگان نمونه عبرت بودن و شدن میتواند. برای تحقیق کار خیر از جانب موسفیدان دعاهای نیک کرده شد. من اینجا یک آفت
طبیعی ناخوشی شد. من خلقم و رحمت خرد کلان تا سفرنگ هاشا دستگیری کرده. اولا حالت حاضر کوشانه و گردانده ساخته. اید مناسبت اید قربان من همینجا خلق توپ کرده اید کرده سپردم. مو دویم انم بکنم امام محله مو دومل عبدالرسول هر در رئیس کتی مو خدمت تیاره. در آستانه عید 28 سالگی عید وطن این عمل خیر اهل محله های ینگریق و آفتابرو تحفه مناسبی گردید برای اهل این حدود. امید کنیم و باوری کامل داریم که این کار ثواب خیرخواهانه برای عملهای سخاوتمندانه منبعده ینگریقیان و آفتابروگیان زمینی مهم آبادسازی و بنیادکاری ها به خاطر آینده نیکی وطن عزیز مقدس ما می گردد. باعث خوشبختی و خوشنودی است که امروزها در رسپوبلیکمان به باز هم مستحکم کردن دوستی و رفاقت با همسایگان بسیار دقت و اعتباری کلان داده می شود و این چیز در ناحیه‌مان نیز بسیار نظررس است. در عرفه و روزهای عید قربان و ناحیه‌مان مهمانان از رسپوبلیک قرقیزستان تشریف آوردند و البته با اهداهای خود آمدند که حالا در لوحه نوبتی شما به همین چیز شناس می گردید. یکی از شرط اساسی خوش‌تباری و همسایگی این همدل و همتن بودن و به یکدیگر اظهار مهر و عاقبت کردن به حساب می رود. باید گفت که امروز توسط سیاست خلق پرورانه پرزیدنت مملکت شوکت میرمانویچ میرزیویف در ازبکستان در سمت روابط و همکاری با همسایگان نزدیک فضای مساعد صلاحیت و معتدل فراهم آمده است. در دوام یک چند مدت کوتاه ازبکستان با همسایگان خود روابط مستحکم دوستی به سازش رسانید و امروز این روابط و همسایگی تا رفت مستحکم و قوی می گردد. ناحیه ما که با رسپوبلیک همسایه قرقیزستان همسرحد است می باید در این سمت نمونه عبرت باشد. باید گفت که بعضی نارسایی ها و مانع های سرحد به دوستی ما رخنه انداختن نمی تواند. به خلق ما عادت شده است که روزهای عیدهای سعید خلقی و ملی از همدیگر خبر گیرند و همدیگر را دستگیری کرده و با بهانه مبارکبادی عیدانه به هم باز هم نزدیکتر گردند. عید قربان نیز از جمله آن عیدهاست که خلقهای ما را با همسایگان تا رفت نزدیک میکند و عامل مهم گسترش رشته های دوستی و همسایگی میگردد. من Batken rayonu Subaşı aile hükümetinin hükümet başçısı Kozayip Kudayver Derdalsavç. Bugün Müslümançılık Kur'an meyremigen şu meyremin şarafatıyla bizim Batken rayonu hakimi Salih Kengeş Karimoviç sunuşuyla biz özgün bir un koydu alıp Soğuk rayonunun ayıl halkına bardığı bugün Meyramını құттықтап, ушуларға келіп подарка берген келдік эле. Ушу бардык элге ден соолук алайым, тынчтылык, аманчылык болсун. Мына эки президентибиз дос экен, биз дагы доспуз. Илем досубуз үзүлбөсүн, түбөлүк болсун, барды келди кылып тура эле. Себеби дегенде биз ата бабабыз бирге өскөн, бирге жүргөн, тоюбуз бир болгон, суубуз бир, мазарыбыз бир дегендей баары бир болгон. Биз Кудай кааласа өмүр бою биргеликте жашап келгенбиз, и жашай беребиз. روز قید عید قربان به ناحیه ما مهمانان از اهالی صوفباشی رسپوبلیک قرقیزستان تشریف آوردند و مقصد از این تشریف البته مبارکباد کردن اهل ناحیه به عید قربان بود. باید گفت که امروز همسایگان نیز به آبادی های ما با چشم هوس می‌نگرند و می‌خواهند که وطن آنها نیز همین گونه آباد و زیبا باشد. همین باعث حاکم ناحیه فرخ اوسرف مهمانان، رئیس حکومت اهالی صوفباشی و رهبر فرم بارس اینترنشنال قرقیزستان را با خوشی قبول کرده آنها را برای تماشای جایهای با دقت سزاوار ناحیه هدایت نمود. مهمانان چون هر بار به ناحیه ما میآیند البته همین عملها را اجرا میکنند. از جایهای زیبای سوخمار سطح بلدی سران ناحیه دیدن میکنند. تماشای شعبه مدنیت ناحیه در مهمانان تاثیرات بسا کلان گذاشت. تعمیر و ریکنستروکسیون شدن این انشاءات تحفه مناسبی گشت به عید 28 سالگی استقلالیت و این نکته را مهمانان از علاوه تاکید کردند. از آبادگری های ناحیه سوخ و عموما ازبکستان در هوس بودن خود را مهمانان علاوه قید نمودند. باید گفت که مهمانان به ناحیه‌مان با دست خالی نآمده بودند. به حاکم ناحیه از جمله مهمانان رمز شورواداری آنها 10 سرمال ریزه یعنی گوسفند تقدیم کرده شد و خود همان روز این اهداها با عائله‌های نیازمند تقدیم گردید. چون می‌دانید امروزها در ناحیه‌مان در هر محله در هر حدود قبول‌های سیاری حاکم ناحیه شده می‌گذرد و این گونه قبول به قربی در جمع شهروندان محله قلعچه برگزار گردید. اهل جمع شهروندان محله قلعچه نیز صاحب بسیار موفقیت هستند ولی بعضی معماها در این محله جا دارند. توجه کنید.
اینک از روز دوره دوم قبل‌های سیاری حاکم ناحیه‌مان که به واسطه با خلق سوخمرز تشکیل کرده گذرانیده می شود قریب یک ماه سپری می گردد و در دوام این مدت معین حاکم ناحیه فرخ و صرف قریب با اکثریت مردم محله‌های سوخ خورده در حل کردن معما و کمبودی و مشکلات اهالی حصه گذاری می کند. با قریب این قبول با اهل جامعه شهروندان محله قلعچه شده گذشت. همین را علاوه تاکید باید کنم که امروز به واسطه تحت رهبری و تشبث خودی پرزیدنت مملکت شوکت میرمانویچ میرزیویف در سمت هر طرفه پشتیبانی و جانبداری کردن اهالی رسوبمان همچنین حفظ حمایت منفعت‌های انسان بسیار کارهای کلان کرده می شود. امروزها در مملکتمان در این راه تدبیرهای اجرا می‌گردند که این همه از سعی و کوشش و حرکت برای دستگیری هر طرفه اهالی رسوبی نگرانیده شده است. چون این فضیلت بزرگی انسان پروری را ما در عملهای پرزنتمان سفرهای با ولایت‌های رسوبمان می‌بینیم. البته این همه حرکت و کوشش برای ما نمونه عبرت باید باشد. هر یک حرف، هر یک سخن گفته پرزیدنت تنها برای جانبداری خلق به زبان آورده می شود که ما نیز باید از این همه سخنان و گپ‌ها و گفته‌ها نمونه برداشته در راه خدمت کردن به خلق کار و فعالیت پرثمر بریم. جماعت شهروندان محله قلعچه نیز در مقیاس ناحیه‌مان از آن حدودهایی است که مردم این حدود تمام اعتبار و غمخواری حکومت و خود سرور دولت را در خود حس کرده برای آبادی و آزادگی وطن بزرگ حصه گذاری می‌کنند. در این محله آنهای عمر گذرانی کرده و آنهای زندگانی کردند که خلق سوخت این گونه انسان‌ها را دائما پاسخ گرامی داشته کار و فعالیت خود را در اساس نشان داد و راهنمایی‌های همین گونه انسان‌ها به راه ماندند. با اهل محله رهبران تشکیلات کارگاه و مؤسسه‌ها در زیارتگاه شیخ کلالان واخورده قید کرد که آموزشی تا به امروز تحلیل کرده شده همین را نشان می‌دهد که در حقیقت امروز خلق ما را معماها و مشکلاتی به گرداب خود گرفته است که حل آنها از ما حرکت‌های با جسارت را می‌خواهد. امروز تمایل نه خلق به اداره‌های دولتی بلکه اداره‌های دولتی در راه منفعت خلق خدمت می‌کند به حیات رفت تطبیق شده ایستاده است. اکنون خلق نه بلکه رهبران برای حل معماها نزدیک خلق خواهند آمد. با همین گونه سخنان قبول سیاری آغاز یافت و مردم این حدود نیز یک به یک درباره معما و مشکلات خود عرض کردند. معلوم گشت که تا به امروز در محله بسیار معماها حل خود را یافتند. به خصوص تنقیصی آب نوشاکی و آبیاری در این محله به قدر حل خود را یافته است. از جانب اهل محله تکلیف‌های اسفلت پوش کردن راه‌های محل، براه ماندن تامینات بیمه‌مانند گاز طبیعی و قوه برقی، راه گشادن به صاحبکاری و دستگیری صاحبکاران از جهت مادی یعنی دادن کردیت‌های امتیازناک، با ثمره‌ناک‌تر کردن خدمت رسانی طبی به اهالی، کم کردن صف بیکاران توسط پیدا کردن جای کارهای نو، براه ماندن علاقه‌های تلفنی وطنی، بنیاد کودکستان در محله و امثال این تکلیف‌ها گفته شدند. بسیار معماها در جای خود حل کرده شده، برای حل دیگر معماها مدت پرسیده شد از جانب رهبران. البته معماها حل شوندند، در راه حل آنها ما را لازم است که فقط از یک گریبان سر برآورده مهنت و کار کنیم. قبول در دیگر محله‌های ناحیه دوام کرده ایستاده است که آید آن در برنامه‌های نوبتی معلومات خواهیم داد. رشد ساحه صاحبکاری و شرایط‌های مساعد قلای فراهم آوردن به نمایندگان این ساحه عامل اساسی و مهم پیشرفت مملکت بوده بر رواج ترقیات اقتصادی نیز مساعدت می‌کند. باید قید کنیم که امروز در کشور ما به این ساحه و رواج صاحبکاری اعتباری مخصوص ظاهر می‌گردد و این باعث در پیشرفت مملکت و اقتدار اقتصادی وطن عزیز صاحبان ملک و مکان حصه ارزنده خود را می‌گذارند. در ناحیه سوخت نیز امروز تا رفت وسعت صنف میانه به چشم می‌رسد و صاحبکاران ما نیز از شرایط‌های قلای استفاده کرده به پیشروی ناحیه زیانمنظرمان حصه گذاری می‌کنند. تشکیل کارگاه و کارخانه‌های خردی استحصالی و پر کردن بازار داخلی با محصولات‌های خودی نتیجه اعتبار به ساحه صاحبکاری میباشد. در جماعت شهروندان محله هوشیار نیز امروز رشد ساحه صاحبکاری به نظر میرسد. صاحبکاران با مبلغ‌های خود و کردیت‌های امتیازناک به دهه اینوستیسیا وارد میکنند و به استحصالات مشغولند. ساکن محله سرور خواجگی فرمری ملک بستان شریف بستان جان ارکبایف از جمله چنین صاحبکاران است. این صاحبکار با عوض 93 میلیون سوم مبلغ دستگاه استحصال پنابلوگ را از خطای آورده امروز به کارکرد همین محصولات بیناکاری شغل می‌ورزد. الحال در کارگاه استحصالی پنابلوگ 4 نفر کار میکنند و همه روزه برای استحصال این محصولات به ساختمان ضروری حرکت میکنند. با تشبث مثلا پرزیدنت مملکت تدبیرکاری دستگیری کردنشون مثلا ما هم اینوستیسیا وارد
دو مثلا همین پینا بلوکی پروارسیم این مثلا حاضر 4 تا آدم پس یعنی با کار تامین کرد یکنون تو 2 میلیون موشنده معاش گرفت سودیان من عموما در یک روز چند دونه پینا بلوک استفاده میکنی 150 تا 200 دانه در یک روز هم بچه مثلا 4 کس کار کند استحصال کردن میشد بزرگ حاضر چند اکن خلق آموخته استیان از مثلا تا امروز مثلا 4-5 تا فروختیم اکن اوج خلق این چیز نبود اکن آموخته استیان که مثلا این چیز مثلا جهت گرمی مثلا سو که واکوم چیز دی مثلا نخنکه میگذارن نه گرما مثلا روز در پایانو خلاده نیکوی که میوه ساخلامش میکنن همینم با همین سوخسودیان که گرم و خنکه گذراندن نمیموند من گفتید که البته روی وزیر شدن و تدبیرکاری این بسیار موفقیت شما گفتید که باز کمتر معما هست معماتون اگر میگفتید خوب میشد معما که موضوع همه در حدود فرمر مثلا خوجگی فرمری مثلا همین چیزا برای آرسه من خودتون هم دیده استفاده که امکانی مثلا جای مثلا فراوان نیست جو تنگی کرساز مثلا باز ما مثلا 400 تا 500 تا بلوک بروریم جای بلوک میریختگی نمونساز اول مثلا قبول خانه پرزیدنت مدیر مثلا حاکم ناحیه اینا اگر یاردم میدادن خوب میشد با مراجعت کردگی هوا آموخته ایستادن که مثلا جو جدا کردن میتیم مفته هوا میدادن با دیگر پلان بود و یورا زبور شدن ممکن مثلا دیگر سه تا دیگر مثلا پلاننده کارخانه هست و یا مثلا جو در کار مثلا جایی که شرایط مثلا این چیز با آب میشد مثلا آب مثلا هم شرایطش باشد حاضر مثلا نه شرایط تنگ اینجا مثلا ما 400 تا 500 تا براردن بعد کلینت تو بردنش کار نشسته من میگم که البته همه حکومت نوحیه و قبل خانی سروازی رسولی بیوسته با کاری معمولی تدبیرکار شغل می‌ورزد معمولی شما البته ما میرسونیم البته میکنیم که این طلب شما رو به طور مثبت حل میکنیم رحمت بینا با معلوماتی باباجان ارکابایی وزن این محصولات نسبتاً سبک و نرخش نیز مقبول همگان است. امید داریم که سران حاکمیت ناحیه در حل معمای صاحبکاران کمکی عملی میرسانند و بازار داخلی ناحیه‌مان نیز با محصولات‌های سه‌ساله خودمان پر می‌گردد و این نیز عامل مهمی فراوانی خواهد بود. این بود مجموع خبرهای آخرین از طریق بخش اخبار. خیر سلامت باشید و برنامه‌های ما را صحیفه‌های دیگری تلویزیونی سوخ صحیفه استراحتی دام بخشند.